آثار سیل تا حال از خانه قربانای توریوا ساکنی محله دمینزاده شهر کلاب گم نشده است. 2 اتاق خانه‌اش در سیل 11 می ویران شد. 2 اتاق دیگر صدموی است. میگوید تا حال برای ترمیم خانه‌اش کمکی نگرفته است. پرزیدنت هم روز 15 ایون تا 100 متری خانه‌اش آمده کلید خانه‌های نوبنیاد همسایه‌اش را داده است. میگوید میخواست عرضش را به پرزیدنت گوید اما نتوانست. این مثلا در زواده نمیاد 3 خانه را گفتن کشوده یا گفتن که یگان تصادف نروین میگه زنکوی همسایه خبر آوردن که ممکن نیست. از سیل ماه گذشته 1 ماه سپری شد. مقامات گفتند که ارزیابی خانه‌های ضرر دیده را تمام کرده به محتاجان کمک رسانیده اند. پرزیدنت هم بعد 1 ماه به اینجا سفر کرد. رفتادنش دستگیرتون میکنیم. ما 3-4 سال عادت میکنیم خانه‌تون از بیشتر دناز میشه. این سخنان را در ملاقات با ساکنان گفت. برخی ساکنان گفتند میخواستند به پرزیدنت از نرسیدن کمک ها گویند ولی نتوانستند. مورال یگان آدمی کلاب دستگیری نمیکنه دستگیری. رئیس شهر میگه ای دستم چی میویا؟ میگه محترم رئیس شهر همین خونه همسایه اومدی نمیخوام بتروی ما را ببینیم ما اینوری 3 نفر 4 نفر اینوری 3 نفر در دوش من میگم ما بخوام ای دستی من هیچی نمیام. بعد فلاکت طبیعی مسئولیت بازسازی و ساختمان خانه‌های آسیب دیده را تشکیلات و اداره‌های دولتی به دوش گرفتند. این خانه‌ها را وزارت کارهای داخلی بنیاد کرده است. با گفته حکومت تاجیکستان سیل در ماه می به کلاب برابر به 4 میلیون دلار آمریکایی زیان رسانده است. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب.